سلام بچه، خوش اومدید به پارت اول ویدیوی سری سروایول که این سری رو جدید ساختم. بچه ها میدونن، اونایی که از اول وارد کانال شدن، ما یه دونه سری داشتیم که داخل اون تا دایموندی شدن و ندر و اینا هم رفتیم، ولی دیگه نشد که ادامهش بدیم، پاک شد در واقع دنیاش و آمدیم داخل این سری دیگه ادامه اونو بدیم. حتما داخل کامنت ها بگید که سری رو ادامه بدم و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. کامنت هم بزنید ترجیحاً انگلیسی که حسابتون رو نپرونه. خب بدون معطلی بریم که شروع کنیم. خب بریم از همین چوب بکنیم. خب چوبم بکنیم، چوب میزنیم. بابا اوکلاک بچه اینا ریسورس بکار، اینا همش ریسورس پک. بله، به اذن خداوند ویلیج هم پیدا کردیم که رفتین سمرش. خب بریم ویلیج رو لوت کنیم. خب ببینیم چجور ویلیج. به سلام دوست، من اسپام پوینت رو اینجا میزنم. اینا همش غذاست، اینا همش غذای. از این خونه دیگه توی یه دونه صندوقه دیگه اینجا. آها، اپل، امرالد. اینا بچه اینم ریسورس بگه. اگه دوست داری آموزش تمام ریسورس بگه که دارم رو بذارم، یا اسمش هم هسته ریسورس، اسم ریسورس بگش هسته فرش انیمیشن، که اگه دوست داشتین آموزش بذارم با کمال میل میذارم. یعنی خوشگل میکنم. مثلا بازی خود تکسلر برش کن. او از این خونه من طولا ندیدم. خوابگاه ویلیجرها. اینجا چیه؟ اینجا هم که خوبه. اگه بایوم دزرت کنارم باشه برم این دزرت تمپل پیدا کنم، اون دیگه عالی میشه. بگردیم. تره همشون هم وازه. اینجا هم لوت هست. خب دیگه هیچی اینجا نیست. به هر حال ما بریم ادامه کارمون. اینجا کالنگ. بریم سنگ بکنیم. بابا خب استون ادوانسمنتش هم دست آوردیم. خب استونر هم زدیم. میم اینجا استیک دوباره، یه دونه کلنگ.
یه دونه تبر، چون من خودم تبر زنم، هم به درد چوب زدن میخوره هم به درد چوب زدن میخوره، هم به درد فایت دادن در واقع. می‌بینید گاف ها رو همه موقع تحصیل میکنن. این گاف نکن. می‌بینید ما میکشیم، ما همه رو میکشیم. بریم دور با محیط اطراف اون آشنا شیم و یه دو نقطه اسپان. فکر میکنم اینجا بایوم دزرت ولی نبود. سمت نقطه اسپان برم. به لاوا پول دیگه. بیایم اینجا، هیچی نیست، یه جای ساده است. و به کشته عزیز گرامی. بعد خونه بریم دیگه. قار چرا تبر ساختم؟ کلنگو می ساختم میرفتم قار دیگه. قار اطراف این ویلیج نیست یا هست؟ هست. یه دونه آهن به من بدین، من بیام چه چیز عجیبی واقعا. خب کول یا همون زغال. ببخشید بچه ها بخاطر یکم صدا، یه خورده صدام گرفته، سرما خوردم. خب اوکی. ای بابا هیچ نیست. این همه چون ریسورس بکیه همه قارا روشنه. اسم خیلی ساده هم در ریسورس بکی نایت ویژن اسمش هست. اینجا نیست. عالی. اصلا وایسا. خب ای بابا هیچی نیست. نه ماب هست نه اصلا میگم بچه دیفیکالتی رو پیسفول نیست، دیفیکالتی رو نرماله. من نمیدونم سگ اینجا نیست. ما زدیم بریم دایننگی بشیم. باک خورده چیه با دیفیکالتی رو من گذاشتم روی نرمال، اصلا نیست، ماب نیست. وجود
نداره و یکم هم ردستون پیسول نیست. اونایی که مایکروفاسکال میدونن بله گشنت نمیشه بی پیسول. روی ایزی هم نیست واقعا. نوبسگا میزن روی ایزی. حتی خودم نوبسگم. خب اینا رو که من نمیتونم بکنم. بی خیال من رفتم پایین. آقا زغالا آیرونا رو میذاریم پایین. چه خبره؟ چپ ادوانس. بچه بازم ببخشید یه خورده به خاطر یه دونه چوب کم دارم. درسته یه دونه چوب. یه دونه چوب کم. خب تنه میپیسم ما میریم روی سطح زمین یکن چوب میکنیم تا جا یادمه اینجا که هیچ. درم فشاری میشه. بلکن بالا سرمو میکنم میرم بالا. کاریه بچه من میرم چوب میکنم و برمیگردم پیشه. برگشتم با 6 تا لاک. زغالا رو بده به من. آها چوب ندارم. خب من با اینا یه دونه کلنگ میسازم. یه دونه تبر. دو تا دیگه موند دیگه به کارم نمیاد. بریم پایین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما میایم با امید دائما. به خب ای بابا هیچی نداشت توش. داخلش ریده بودم. بکنیم آیرونا رو بکنیم. سر ردستون رو میکنیم. درسته به کار نمیاد ولی ما میکنیم. ای بابا هیچی که نیست. این دور اطراف 3 تا آهن داریم. این طرف طلاها رو میکنیم و بابا خوردن دوره اینجا هیچی نیست. اینجا رو که برم یه میرم بالا.
بچه اینجا که به درد نخورد من میرم بالا. یه دونه قار درست نه به درد خورد. خوردیم یک جای جدید میخواستم میالو برم بالا. او بلوک نقطه‌ای آهن پشمام خیلی کمیابه. نه واقعا اینو میگم که سرجم میشه 15 تا آهن، 17 تا الان. خب 20 تا الان کندیم. یه چیزی که بچه اگه دوست داریم آموزش بدم که آموزش بدن ریسورس بکام از کجا آوردن، دایمند آموزش بدن از کجا ریسورس بکام آوردم داخل بخش کامنت بنویسید. خب چند تاست؟ 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا دایمند. پشمان واقعا الان نمیدونم چی باید بگم. یاد اون عکس افتادم که یک مرده هست میره داره میکنه به یه قدمی به الماس ول میکنه. الان یاد همون عکس افتادم. صدای زامبی میاد ولی خودش نیست. نمیدونم چرا. 8 دایمند پشمان. خب ما از اینجا دور میشیم. اسکلتون نسان آویزی. اینجا که بودیم به نظرم برگردیم بالا. برگردیم بچه ها، برمیگردم بالا و من برمیگردم بالا ادامه ویدیو رو نشونتون. بچه ها داشتم برمیگشتم بالا خوردم به یه قاره. از اینجا داشتم برمیگشتم از همین دور برا بود. خوردم این قاره و بله 3 تا دایمند داخلش بود و دورش هم خالی میکنیم. ببینیم سعی میکنم اندرمن رو نزنم برای خودم بدتر باشه. 4 تا بود نداشتش ما گو بخونش نگوشم. بچه من دوباره برمیگردم بالا و ادامه ویدیو رو از اونجا میبینیم. خب بچه ما برگشتیم بالا با 25 تا آیرون، 12 تا دایمند، 7 طلا، 20 تا بیا پایین سرمون درگشت. بیا پایین. نمیدونم هیچ ایده‌ای ندارم چجوری رفته بالا. برای خودم عجیبه. از این ویدیو رو گشاد. خب ما اینجا اسمان رو ست میکنیم میذاریم اینجا رو زمین. یه سیلا رو میذاریم زمین. یه دونه چست. خب اینا کلکیچی اینا رو میذاریم داخل. خب میریم اینجا آهنا رو میذاریم بپزه. خب یه دونه شمشیر به خودم درست کنم. نه وسیله‌مو فعلا درست نمیکنم چون من خودم تبرزنم. تبر میزنم. خب ما بریم دور اطراف و یک نگاهی بکنیم. چیز خاصی نیست. بریم اینجا
اوکی بچه نظرتون چیه خونه روی این جزیره بسازیم؟ خوب میشه خونه روی جزیره. در حال بخش کامنت حتما بنویس. خب اینجا میریم، غذا هم نداریم و همه چی عالیه. خب من غذا ندارم، بیام هیبل رو بکنم در واقع 9 تا. وای اون حماقت کنم. وای ها دایمندی. خب اوکی ما باید شانس اینا رو میخوایم چی کار؟ شما که اصلا غذا نمیخوانیم ویلیجر. بگیم من نه هیبلا رو من بردارم برای خودم. چقدر شد؟ اوه مای گود. خب 42 تا نون. اول بازی واقعا آدم فقیره. مثلا همینجا بیام یه دونه کلنگ دایمندی درست کنم که ما 9 تا دیگه دایمند داریم. نمیدونم یه دونه چسپلیت دایمندی هم درست میکنم. خب یکم خرج کردیم. خب ما میام اینجا دیگه کلاه و کفش و شلوار هم میپوشیم. خب اوکی دیگه 4 تا دیگه آهن. این 3 تا رو یه شمشیر درست میکنیم. اینو میذارم اینجا. من واقعا یه دونه وسواسی که دارم، دوست دارم یعنی جای وسیلام درست باشه. یعنی چجوری بخوام بگم، وسیلام همشون مرتب باشن اینجوری. خب الان ما همه چی داریم. 2 تا دیگه آهن. چیزی نداریم بخوام بپزم، یعنی درستش کنم. این 10 تا چه؟ بنده خدا یه نگاه که برگشت دلم بالش سوخت واقعا. خب بیایم اینا میپزه. خب میام همینجا اوتو رو بگیریم. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و تا ویدیو دیگه بدرود.